Minutes with Reza Farishte. رضا فرشته تعهد دادم. من خیلی اینجا گشتم تا دوباره تو بیایی بالا. فقط باید بری اتاقای مامانتو بگردی. کسخلی دیگه، وقتو هدر نده. رضا فرشته چرا نمیذاری تو کلمه حرف بزنی؟ عزیزم تو حرف نداری با هم بزنی. خب داداش چه اشکال داره ما؟ چه حرفی داری با هم بزنی؟ تو چی میفهمی آخه؟ بگو ببینم. با تو میبینم تو این خب ببین چی میخوای بگی؟ من بعضی از کلیپاتو که میبینم خب این داستانا میزنی. بعد من نمیدونم چجوری چش بستی رو همه چی. چشو چی بستم؟ چشو چی بستم؟ بگو. نه ببین شعاری حرف نزن. مشکلت با من چیه؟ رو شرافت داداش. بگو شرافت چیه که من ندارمش؟ مشکل ندارم با تو. آدم شریف الان کیه؟ بگو من بدونم چرا بی‌شرفم. آدم شریف حداقل کسیه که نمک رو زخم بخیه نباشه. ببین اولش که رو زخم زخم بخیه نه، نمک رو زخم مردم نپاشه، این درستشه. در مورد چیزی که میگی شریف الان کیه؟ چیکار میکنه که من بی‌شرفم متضاد بشم؟ بگو چرا من بی‌شرفم؟ آقا تو یه حرفایی میزنی آقا اینقدر شعاری نگو، یه کارایی میکنی. بگو چیکار کرده رضا فرشته؟ مچشو بگیر بریز بیرون. منم صادقانه با حرف میزنم. بگو الان روی یه سری از داستانایی که تو بارها داری حرف میزنی. چه داستانی؟ من نمیدونم. حالا این کلیپو میذاری، ویدیو رو میذاری، نمیذاری؟ آقا اصلا مشکل داری من تصویر شما رو شطرنجی میکنم. حرفتو واضح بزن. مشکلت چیه؟ چرا من بی‌شرفم؟ شریف کیه؟ با شرافت داره چیکار میکنه الان توی کامیونیتی ایرانی؟ چرا من بی‌شرفم؟ بفرمایید. تو حداقل ترین کاری که میتونی کنی سکوته. چرا؟ واسه چی؟ در مورد چی داری حرف میزنی؟ من نمیگم تو به طرف رضا پهلوی رو بگی. من خودم من چون طرف رضا پهلوی نیستم بی‌شرفم؟ من نمیگم یه طرفشو بگی. اصلا شما مگه بگید. ببین عزیزم یه چیزی رو میخوام. الان ساعت چنده توی کجای ایرانی؟ ساعت چنده؟ من جنوبم داداش. الان شب شده دیگه، درسته؟ بله. من و شما تعیین نمی‌کنیم که الان شبه. یا میپذیری این حقیقت رو، این چیزی که به عینه قابل مشاهده است، یا میخوای نظر شخصی تو از رو گاز معده بگی الان غروبه، الان صبح، الان دم صبح. یه چیز واضح ساده گفتم بفهمی چی باید بگی. شما الان دقیقاً به من بگو که میگی من بی‌شرفم، چشم رو همه چی بستم، انتظار تو آوردی پایین، میگی حداقل طرف رضا پهلوی نیستی سکوت کن. یعنی با شرفترین آدم از نظر تو طرفدار رضا پهلویه؟ من نمیگم طرف رضا، مگه من گفتم طرف رضا پهلوی؟ میگی حداقل طرف رضا پهلوی رو نمیگیری سکوت کن. من میگم حداقل تو این شرایط صبر کن. رضا فرشته چرا بی‌شرفه؟ خب بگو چی کار کرده؟ بگو دیگه. الان فکر کن یقه منو گرفتی، منو بهم تفهیم اتهام کن. بگو به این دلایل تو بی‌شرفترین آدمی هستی که من دیدم. و بگو با شرف کیه؟ بگو. من یه چیز بگم. قبول دارم کشتار 40,000 تا نبوده. خب این از این. یعنی قبول دارم دست تو کار بوده، کشته سازی بوده، اینا رو من قبول دارم. من اصلا حرف شما رو قبول. اصلا من راجع به چی حرف میزنی؟ شما میگی عزیزم به من بگو چرا ببین کشتار 1 میلیون. اصلا من نمیدونم کشتار چی رو داری میگی. به من واضح بگو رضا فرشته چرا تا دیدیش گفتی بی‌شرفه؟ چرا؟ من توضیح بدم که برسم به این. آقا شما منو میبینی میگی بی‌شرف، این جنس رو به من انداختی، این هم سندش مشخص میشه چرا طرف بی‌شرفه. خب چرا من بی‌شرفم؟ بذار حرف بزنم دیگه. عزیزم من نمیخوام. ببین عزیزم اگه من بخوام وایستم شما حرف دلتو بزنی که نمیشه. شما به من داری میگی تو بی‌شرفی، من گفتم خیلی خوب سکوت کردم، نمیگم با شرفم. از اون موقع دارم میپرسم چرا میگی من بی‌شرفم؟ رضا فرشته من یه چیز میگم. تو الان داری آقا از جمهوری اسلامی طرفداری میکنی، درسته؟ خیر بله. بعد من میگم این کشته سازی که انجام شده، خب اصلا نمیگم 40,000 تا. من کیرم تو ناموس اینترنشنال، خب که اونم همشون خواهر کسته تر هستن. خب بیزینسی هستن. خب ادامه بده. مشکلتو بگو با من. ولی داداش من بحث من اینه.
میگم وقتی این همه جوان کشته شده خب. من میگم 4000 تا 5000 تا آقا اصلا 1,000,000 مشکلت با من چیه؟ خب تو الان داری خونشویی میکنی دیگه. خونه کیو شستم؟ خونه کیو شستی؟ تو خودت ویدیو خودت انگار نمیبینی یا خودت آقا بگو چی گفتم؟ مگه نمیگی خونشوام من؟ چی گفتم؟ وقتی من ویدیو میگیرم میگم مینا زدن 18 و 19 و اون آقا گفت بیاید بیرون، من در نبرد آخر کنار مردم هستم، گفتن عمو ترامپ داره میاد آزاد بکنه، مشهد سقوط کرد، بین مردم تیر زدن، مردم رو کشوندن بیرون، مقابل قانون قرار دادن، تیر زدن که اونم تیر بزنه، مردم رو کردن سیبل، دو طرفه سوراخ کردن. من عین حرفایی که تو برنامه هم زدم. من بی‌شرفم؟ میگم مگه من گفتم ترامپ خوبه؟ من خیلی وقتا مگه من میگم تو گفتی ترامپ خوبه؟ من دارم میگم من چیا گفتم. من راجع به این چیزا صحبت کردم. من راجع به گرونی صحبت کردم و گفتم روزی باعث میشه که مردم بریزن بیرون، فساد، نابرابری اقتصادی در ایران، بی‌مسئولیتی باید درست بشه. تو اگه برنامه‌های من دیدی باید میدی من پیش بینی کرده بودم، این روز رو پیش بینی کرده بودم. یک حرفم من زدم، بدترین حرفی که من زدم که نمیدونی، میخوام بهت بگم بدونی بر علائم استفاده کن. حکومت قانون، حکومت‌های قوی اسلحه‌شونو روش گل نمیذارن، برن میستن. اونی که پلن میده میگه این تاریخ دقیقاً بیاید بیرون، داره اون نیروی حکومت رو هم کوک میکنه که این تاریخ میان بیرون ها. کسی که میگه من چمدان بستم در نبرد آخر کنار مردم هستم، از آلمان پاشو این ورتر نذاش، یه دونه آکواریوم ضد گلوله درست کرد، توش حرف زد. بچه‌های 17-18 ساله به خاطر حرف او رفتن بیرون، چرا که او گفت، اسم او رو صدا کردند و او هیچ پلنی نداشت. جمهوری اسلامی سیاهی مطلق، بیا قبول. اونی که میخواست سفیدش بکنه و برای مردم نور بیاره و نور پهلوی اینا، کو؟ یه سوال دیگه، کو؟ جواب بده. کو؟ آیا گفتن این حرفایی که من الان زدم بی‌شرفیه؟ رضا فرشته، آیا حرف‌هایی که من الان زدم که مصداق بارز چکیده صحبت‌های منه بی‌شرفیه؟ بله خیر. بگو بله خیر. نگاه کن من بله خیر. بگم بله خیر. الان من صحبت کردم، توضیح دادم. بله خیر، بفرمایید. نظریت دیگه. نه آقا من اصلا نمیگم چی همه، میگم آیا حرفی که من زدم مصداق بی‌شرفیه؟ بی‌شرف هم این حرفو زدم؟ بی‌شرف هم بعدش اومدم از مینا دفاع کردم، از اینکه دوگانگی بین مردم درست بکنن؟ آیا اینی که تو بلند شی بری، توی نوعی دارم میگم، بری به هوای آزادی، اونی که مذهبی ریش داره تو مسجد آتیش بزنی، اویی که طرفدار اون مسجدی هست بیاد روی مردم آتیش بگیره، این مصداق چیه؟ آیا این مصداق شرافته که مردم من با نگرش‌های مختلف بیان؟ تو فکر میکنی اون مذهبی که دزده تو مسجد سر کوچت اولاق، اون تو برجه، اون بچه‌هاش تو خارج کشورن، میرید همدیگه رو قیمه میکنید؟ بعد من این حرفو بزنم من بی‌شرفم؟ توف تو شرف کسانی که این وضع رو ببینن و نگوین که خایمال این اون باشن که بخوان بودجه بگیرن. من اگه بخوام از آدمی مثل تو که نتونست توی نیم ساعت صحبت بگه من چرا بی‌شرفم، چون تو حتی نتونستی به من بگی چرا من بی‌شرفم، حرف بزنه، رفتی بالا منبر فقط خودت. من از منبر میام پایین، بگو آیا حرفای من مصداق بی‌شرفیه؟ نه بی‌شرفی نیست. پس چرا گفتی بی‌شرفی؟ خب یه لحظه صبر. چرا گفتی بی‌شرفی؟ آقا من نیومدم درد و دل شما رو بشنوم، چرا به من میگی بی‌شرف؟ چرا این دوربین واز میشه فکر میکنی من رفیقات مردم تو کشتم اینجا نشستم؟ شادم، چرا این فکر رو میکنی؟ من نگفتم تو کشتی، من گفتم تو کشتی. چرا من بی‌شرفم پس؟ من میگم تو این وضعیتی که پیش اومد میتونستی سکوت کنی حداقل. من هیچ وقت سکوت نمیکنم. انتخاب با من تولید کننده محتواست عزیزم. ببین عزیزم گوش کن، شما خیلی ذهنیتت ضعیفه، من توهین نمیکنم به شما ذهنیت داغونه، ولی یه چیزی متوجه بشو، این اتاق، این فضا مال منه، به اختیار منه. من حق دارم تو پلتفرمی که دارم هر گونه نظری که دارم بدم. شما مخالفشی بیا بگو فلان ننت نمیخوامت، سیکدیر، نظر شماست. در مقابل تفکر شما تفکراتی هستن که میخوان بشنون. مگه من برای خواست شخصی مثل شما از یک گوشه‌ای از ایران زندگی میکنم یا کارمو طراحی میکنم که بگویم الان حرف بزنم یا بزنم؟ من مگه بوزم یا من سرباز کسیم؟ من خودمختارم برادر. اگر از من رضا فرشته یک تار موی یک دختر
به ناحق کنده شده یا یک کارگر دست پینه شده دیدی که من باعث و بانیش بودم، بیا توف کن تو صورتم، خودم آدرس میدم. من سرمو محکم میگیرم بالا تو صورتتم اینو میگم. لعنت بر کسانی که به خاطر کسی که برای 5 نظامی آمریکایی گریه کرد که مدرسه میناب رو زدن، اونا هم خواهر برادرت بودن. اونایی که مردن کشته شدن هم خواهر برادرت بودن. اون مینابی هم خواهر برادرتن. اگر تو به خاطر یک گروه بجنگی بیای بیرون یه آدم دوزاری از قوم در پیتی که رفته تو مسجد و بکشی، تو داری هم نوع تو میکشی. خود محمد رضا پهلوی خائمال امام هشتم شیعیان بود از ترس، خائمال این آخوندا بود، اسم پسرشو گذاشت رضا. خب مشکل من اینه که چرا مردم من دارن به اسم دین مسجد آتیش میزنن و چرا مردم من افرادی مثل خلخالی همچین رفتاری رو معکوس قبلا کردن. خب من متنفرم از کسانی که ساز میشکنن، دختر میزنن بابت حجاب، دزدی میکنن با عمامه بی‌عمامه، توف تو شرفشون، توف تو بالا و پایینشون. و همچنان متنفرم از کسانی که گریه میکنن به خاطر نظامی آمریکایی که به کشورت حمله کرده، پلو بزنه، برقو بزنه. خامنه‌ای رو نزده، خامنه‌ای روز اول زد، چرا ول نکرد؟ جمهوری اسلامی تو برقه، جمهوری اسلامی تو پل. نه، اون نمیخواست یه سوار نظام بیاره پایین، چون میدونست نفله میشه. گفت بذار بزنم زیر ساختشون از بین بره، عذرخواهی میکنم. چپ و راستشون مادرشون گاییده بشه. من اگر هزاران هزار میلیون کشته تو بگی دادیم، من این حرفو میزنم. سرمو میخواد ببرید، این حرفو میزنم. من شب با آرامش میخوابم برادر. بیشرف کسی که اونور آب نشسته تا دیروز تو ایران بود مثل علی کریمی، پول همین جمهوری اسلامی آخوندا رو که میگه دزدن و گرفت خورد، تو هیئتاشون شرکت کرد، رفت تو آمریکا قایم شد، پست گذاشت مسجد و قرآن آتیش بزنید. نه اینجوری نیست. نه همین جوریه. علی کریمی که پول گرفته داداش فوتبالیست بوده. فوتبالیست بوده؟ علی کریمی بگو ببینم تعیین کننده اینه که مردم آتیش بزنید، قرآن آتیش بزنید؟ نه من خودم اگه تا حالا فوتبالیست میتونه اینجوری ارد بده؟ ما جلو اینا میستیم. اگر کسی بیاد فردای روز یقه خواهر تو رو بگیره، آزاری به زن و بچه خانواده تو برسونه، من وای میستم پشتت. ولی انتظار نداشته باش توی شرایط جنگی که از لای مردم عادی، مردم همین الان خونشون به جوش اومده، ماست نمیتونه بخره. لایو قبلی من دیدی؟ نه، یه آدمی هستی تو اکسپلور اینجوری میری میکنی یه چیزی که از من باف بشه اونو میبینی میگی خایماله. ذهنت انقدره، ظرفت انقدره. من دارم بهت میگم خون مردم دیگه به اینوری اونوری نداره، به جوش اومده. اقتصاد حرف اولو میزنه. ولی آیا دلیل بر این میشه که بگم خیلی خوب ما خرابیم، خرابتر از ما بیاد چون نیاز به تغییر داریم؟ هر تغییری درسته. تو که باکت 5 لیتر بنزین داره دیگه رسیدی به تهش، بگم این راه مستقیمه. به هر حال یکی بگه این بیراه رو میبینی، بیا بهت وعده بده، چون داره بهت وعده میده من تو رو بکشونم به اون بیابون؟ نه نمیکشونم. برادر من نه از جای پول میگیرم، نه به کسی جواب پس میدم، نه برای کسی کار میکنم. اون موقعی که من نقد میکردم چیزای حساس این نظام رو، امثال شماها جاهایی بودید که نمیخوام الان بگم. خب ما یه جاهایی رفتیم، وقتی من ستاره دار شدم، اخراج شدم، خب من دانشجو ستاره دارم، ساز منو توی خیابون گرفتن، کون منو پاره کردن. بچه جون من 40 سالمه، کاست از تو ماشین من در می‌آوردن، دیش ماهواره منو رو پشت اون شکوندن. تو فکر نکن با بوز حرف میزنی. من کف این خیابونای این کشور بزرگ شدم، من کون دادم کف خیابونای این کشور، واسه همین حرفم میگیره. عین مردم حرف میزنم ولی سواد دارم. مثل تو برخورد نمیکنم رضا فرشته گفت پس این شکلیه. نه عزیزم، برو فیشش رو بیار که ریختن. بودجه اینترنشنال کی میده؟ BBC در انگلستان پولیه واسه مردم. گوش کن حرف اینترنشنال، گوش کن. BBC در انگلستان پولیه برای انگلیسی. BBC مال انگلستانه. وقت BBC فارسی برات میزنه. چرا؟ من و تو خوب میدونیم زیر عمامه دزدیدند، با دین زور گفتند، آمدند بکن نکن کردند،
محدود کردند، تو سر زدند، ون اووردن. مردم من زمان احمدی نژاد منو با این تیشرت با اینجوری منو میگرفتن. تو کجای کاری؟ چه چیزهایی که ما ندیدیم، چه چیزهایی که ما ندیدیم. تا کی قرار ادامه داشته باشه این قضیه؟ ببین تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ آیا من جادوگرم، رئیس جمهورم، نماینده مجلسم که از من میپرسی؟ من اوضاع رو نگاه میکنم. من ببین 18 19 که اگر من برنامه من رعایت نشده تو کشور خودت، میگم تا کی قراره رعایت نشه حقوق تو؟ ببین الان داری بیای تو کشور حقوق تو در آمریکا هم رعایت نمیشه، اینا نسبیه. حقوق آمریکایی در آمریکا هم رعایت نمیشه. آمریکایی هم پلیس میزنه میکشه، با بادیکم میزنه میکشه. معصومه ابتکار اونور نشسته داره تو واسه خودش بخور میکنه. یعنی چی معصومه ابتکار از ایران اونور نشسته؟ پسر معصومه ابتکار، نه خودش، پسرش. خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب. جو بایدن بزرگترین فساد مالی رو داره توی آمریکا که پول آمریکایی‌ها رو برده تو چین، شرکت‌های هرمی برج‌سازی ساخته که چین از باباش حمایت بکنه. دزد در همه فرهنگ‌ها و هر کشوری که تو بگی وجود داره. میزان و تراز فرق داره. زمانی که خامنه‌ای رهبر بود از پدرت به چند سالته؟ بس تقریبا 29 سال. فکر کنم یادت باشه زمان خاتمی برو پدرت بپرس، با 1 سال کار کردن میشد خونه بخری. اون موقع نه VOA بود، نه BBC بود، نه اینترنشنال که کسی بگه دزدی کردن. اگه میخواستن بدزدن بیشتر هم اون موقع میدزدن، کسی نمیفهمید که دیگه. خب نهایتا یه تلویزیون بود، یه شو تنین. مردم پول داشتن، مردم میخریدن، میخوردن. از وقتی که ما وارد درگیری شدیم برای اینکه قدرت داشته باشیم، یه کشور باشیم، برای اینکه تو سرمون نزنن علاوه نظامی، علاوه اقتصادی که بد میزنن تو سرمون، قبول، برای اینکه دوباره ما رو شاهمون رو نندازن بیرون بیارن ببرن، سوخت دادیم. ولی من یه نظریه دارم. گوش کن، من نظریه نمیگم، من دارم فکت بهت میگم. عامل بدبختی تو اون تحریم‌های لینزی گراهام و امثال اونهاست که میگه که نمیذارم یک قطره نفت از این تنگه بره بیاد. اما یه چیزت بگم، تا دلت بخواد دزد داریم. داداش یه عمر ما بازیچه انگلیس و سیاست‌های کسی کشورت همین بوده. ببین کشورت از زمان صفویه، خب از بعد نادرشاه افشار بازیچه بوده. چقدر خاکتو گرفتند، چقدر حاکمانه بود. در جنگ جهانی اومدن تو کشور ما، انگلستان، روسا اینجا قطار میزدن، میرفتن، میومدن. من حتی نمیگم شاه بده، شاه خوبه، این شاه بده، کشورتو دارم میگم. تا بوده تاراجت کردن. ما یه توهم داریم که ایران قدرتمند داشتیم. ایران قدرتمندمون مال 3000 سال پیشه، دیگه نداشتیم. هیچ کس منکرش نیست. رضا فرشته نگاه کن، ما هم اندازه خودمون یه چیزایی رو بلدیم. درسته من نگاه کن سیاسی آن تصویر شما رفت.